من چند کلمه صحبت داشتم با این دوستای لنگیمون و به قول خودشون پرسپولیسی. نمیدونم چجوری بهتون بگم، ولی روی سخن من با برادران امین زاره، لیلی یا لیلا خانوم، آقای حسین صدایی چی بگم آخه، و کسای دیگه که سمیرا جهانگیری و آقا مرتضی که در بندر عباس هستن و دیگه بقیه دوستان که دلم واقعا براتون میسوزه. یعنی بهتون بگم گاد سولیسیتری یعنی خدا وکیلی دلم براتون میسوزه. من به احترام شما قرمز پوشیدم امروز، ولی خجالت، واقعا خجالت داره. به امید روزهای خوب میاد اون روزها میاد. به قول علی دایی زندگی یعنی 3 تا جامو میبریم بالاخره. من فکر کنم 2 تا میذاریم روش، من خودم بهتون جام میدم. چی بگم بهتون، این تیمی که شما دارین آخه چیه این؟ ببین یه کاری میگم بکنیم، من فرم براتون میدم، اپلیکیشن، اینو واقعا خدا وکیل دارم میگم، بیاید پر کنید، من اینجا ضامن میشم بیاید بشید استقلالی. من نمیدونم، معذرت میخوام، ولی خیلی خنده داره، به خدا خنده داره. به همه سلام برسونم، دوستای استقلالی که دارم اونجا و میدونن من کیا رو دارم میگم، از صمیم قلب میبوسمشون، ولی شما رو از صمیم قلب نمیبوسمتون و خدا کمکتون کنه. هیچ دیگه نمیتونم بگم، ولی الان چند روزیه که سوراخ موش خریدین، اصلا پیداتون نیست تو فیسبوک، ولی من گیرتون میارم، بالاخره رو قولتون مسیج رو میذارم که بدونید که ما هستیم و هیچی دیگه نمیتونم بگم. از راه دور آرزوی خوشبختی ولی افسوس دیگه دیره. ببین چی میگه، دلم آروم نمیگیره. آقا من مزاحمتون نمیشم بیش از این. خدا بهتون بده انشالله، خدا بهتون بده یه تیم خوب بهتون بده، لاغر آبروریزی نشه اینقدر. خب تیمی که از رشت بخوره به درد عمش بخوره. چی بگم، استقلال همه جا، اس ما پیروزیم. هنوز دیر نشده، بیاید توبه کنید. خدا حافظ شما. وای وای، به قول سمد آقا وای وای.